این دیگه آخرین ویلاست. شبی 10 تومن. متری؟ نه آقا اجاره. داداش در حد 100,000 تومن چی داری؟ میتونی یه ساندویچ بخوری بری تو ماشین بخوابی. بله این 6 روزم همین کارو کردیم. الان گفتیم دیگه شب آخره یه تنوعی بشه. این ویلا چنده؟ تو اون ویلا کسی نمیره. چرا؟ چون اون ویلا طلسم شده است. ببین به نظر آدم بدی میاد. آره داره اونجوری میخنده. نه بابا مسخله ببینش. آره ببخشید ما همین ویلا رو میخوایم. مطمئنید؟ چه عجیبه. آره مثل فیلم هاست. تو چی؟ روحم. خب تو روحت ترسیدی؟ خب باید بترسی دیگه. از چی؟ از من دیگه. خب اون پاچه رو صورتت بردار ببینیم میترسیم یا نه. نه با همین پکیج مگه نمیترسی؟ نه معلوم نیست که. بابا من روحم اصلا زیر پارچه چیزی نیست. بیا تازه هیچی هم نیست. خب این که زیرم هیچی نیست اصلا برش کن. از این کوزه چی؟ نمیترسی؟ این چیه؟ این جنده است. کدومشون؟ نه این کوزه جن میده. کاش میذاشید مثلا جن کده. بله هم از نگاه اجتماعی عرض میکنیم هم از نگاه برندینگ. شما اسکلی؟ چطور؟ خب از دختر موبلند چی؟ دختر جور کردی برامون؟ نه این ترسناک نیست؟ نه فقط یه ذره کثیفه. من میگم تمیزش کنیم برای خودمون برداریم. آفرین. ببخشید بازم دارید؟ دایوس مگه من جنکش تو هم؟ گم شد برید بیرون. خب تموم شد. آماده ای؟ آره بریم. ایرانی کارت. بابا شما سرویس کردید ما رو با این ایرانی کارت. هر اپیزود ایرانی کارت. چیه این؟ ببین میتونی باهاش خرید کالا از آمازون و سایت‌های خارجی انجام بدی. گیفت کارت برای بازی، افتتاح حساب پیپال برای درآمدهای ارزی. همه چی. تبلیغتون تموم شد؟ بله. حالا گم شد برید بیرون. تیوی میز